سرخط مهمترین خبرها: تیرپرانه در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، آموزگار تاجیک زخمی شد. بعضی شرکت‌های موبیلی نرخ خدمت‌رسانی‌ها را بالا بردند. و حادثه کراکرس برای تاجیکستان چه عاقبت‌ها دارد؟ درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 8 می سال 2024 است. در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان روز 7 می تیرپرانه شده است. حادثه در منطقه مرزی ناحیه جبار رسولوی تاجیکستان و ناحیه لیلکی قرقیزستان رخ داده است. در این حادثه عالمجان عبدالله، آموزگار 34 ساله از ناحیه جبار رسولوف، زخمی و در بیمارستان بستری است. مقامات سرحدبانی هر دو کشور در اظهارات جداگانه حادثه را به طرز گوناگون شرح دادند. خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت حادثه پس از آن رخ داد که چوپان‌های تاجیک حدود آن کشور را گذشته به امر سرحدبانان گوش ندادند و به طرف آنها سنگ پرتافته و 2-3 دفعه تیر خالی کردند. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اظهارات گفت که عالمجان عبدالله با شنیدن بازداشت پسرش رمضان عبدالله به خط مرز رفت تا قضیه را دقیق و به نظامیان قرقیز در دهه سولیوکته مراجعت کند. سبب بازداشت رمضان عبدالله معلوم نیست. یگان کرداری که به پرینسیپ‌های همسایگی نک مخالف است نشان نداد، ولی به مقابل او یراق آتشفشان استفاده شده است و حالا او مجروح است، گفته شده است در اظهارات جانبی تاجیکستان. خدمات سرحدبانی قرقیزستان میگوید کی و چگونه زخمی شدن شهروند تاجیکستان معلوم نیست، چون جانب تاجیکستان به آنها تنها عکس فرستاده است. این منبع ادعا کرده است که مرزبان‌های قرقیزستان تیرهای آگاه کننده سر دادند و چوپان‌ها پس از این به خاک تاجیکستان فرار کردند. نادر عثمانزاده، رئیس دهه قرغانچه ناحیه جبار رسولوف، روز 7 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت عالمجان عبدالله و پسرش چوپان نیستند، بلکه چاروای خود را برای چرا برده بودند. رئیس دهه افزود عالمجان عبدالله با خود سلاح نداشت و به سوی هیچ کس تیر نکشاده است. نیروهای سرحدبانی تاجیکستان در اعلامیه گفت مقامات دو دولت حادثه را تحقیق میکنند و وضعیت در مرز تحت نظارت است. جانب قرقیزستان وضع را در مرز معتدل ارزیابی کرده است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان سالهای گذشته نیز شاهد مناقشه‌های خونین شده است. با وجود دعوت‌های خدمات علاقه، مشتریان میگویند بعضی شرکت‌های موبیلی تاجیکستان نرخ طرفه‌ها را گرانتر کردند. چند استفاده برنده مگافون تاجیکستان در فیسبوک نوشتند اولین ماه می پیامک گرفتند که برای گفتگو و اینترنت باید پول بیشتر سپارند. شروان امرالدین، روزنامه‌نگار تاجیک، بر رادیوی آزادی گفت از شرکت مگافون 2 سیم کارت دارد که نرخ طرفه هر دوی آنها گرانتر شده است. قبلا ارزش حق خدمت رسانی طرفه من 98 سامانی بود و طبق پیامک آخرین که از شرکت مگافون تاجیکستان به شماره تلفنی من ارسال گردید، ارزش خدمت رسانی 111 سامانی مقرر کرده شده است. شماره دیگرم که حق خدمت رسانی 64 سامانی بود، حالا 9 سامانی قیمت شده است، یعنی ماهانه 73 سامانی شد. وقتی همچون مشتری به شرکت مگافون تاجیکستان در خیابان رودکی 57 مراجعت کردم، متخصص شرکت مگافون تاجیکستان میگوید که نرخ برق در جمهوری قیمت شد، ما هم نرخ طرفهای شرکتمان را قیمت خواهیم کرد. در حالی که بهترکنی صفت نه علاقه موبیلی نه اینترنت عموما دیده نمی شود، حالا که صورت اینترنت در محله 102 شهر دوشنبه عموما سست، یعنی که ضعیف کار میکند، مثل سنگپوش یا تراکتور جفتی بر این بزرگ کار میکند. حتی یک صورت عادی را در فیسبوک بزرگ میکشد که بینیم. حالا درباره ویدیوها یا درباره شخصوی ویدیوهای یوتیوب حرف نمیزنیم. بینندگان عزیز، ما روز 24 اپریل سوالهای خود را به شرکت مگافون تاجیکستان فرستادیم. چند مرتبه به سخنگوی این شرکت نوشتیم و زنگ زدیم، اما شرکت مگافون تاجیکستان به سوالهای ما درباره سبب‌های گران کردن نرخ طرفها پاسخ نداد. این شرکت روزهای 23 و 25 اپریل با پخش اطلاعیه در سامانه‌اش نوشته است بالا بردن نرخ خدمت رسانی‌ها ناگزیر است. شرکت 16% گران شدن برق، قیمت شدن حق اجاره و چند عامل دیگر را سبب بالا بردن نرخ
طرفه‌ها گفته است. در اطلاعیه شرکت اشاره شده است که نرخ‌ها با موافقه خدمات ضد انحصاری بالا برده می‌شوند و پیشنهادهای خدمات علاقه تنها توصیوی هستند. خدمات علاقه از آغاز امسال چند مراتب از شرکت‌های موبیلی دعوت کرد که نرخ خدمت‌رسانی‌ها را گران نکنند. شرکت‌های موبیلی در پی دعوت مقامات از تصمیم خود برای بالا بردن نرخ‌ها از 1 فوریه خودداری کردند. اما حالا در نهایت بعضی شرکت‌ها تصمیم خود را عملی کردند. بینندگان عزیز لطفاً نظر خود را درباره این موضوع زیر برنامه نویسید. الکساندر بورتنیکوف رهبر خدمات بی‌خطری روسیه یا فیسبی میگوید تشکیل کننده اساسی حمله به تالار کراکورس در خارج از روسیه است. بورتنیکوف در صحبت با خبرگزاری اینترفکس از هیچ گروه یا شخص انیق نام نبرد، تنها گفت ما تقریبا میدانیم که او کیست. در حمله روز 22 مارس به تالار کنسرتی کراکورس 144 کس کشته شده، بیش از 500 کس آسیب دید. مقامات روسیه گفتند حمله‌وران 4 شهروند تاجیکستان بودند. در عموم 13 نفر به گمان دست داشتن در حمله به کراکورس سیتی به حبس گرفته شدند. 12 نفر آنها از تاجیکستان هستند و 1 نفر از قرقیزستان. چند شهروند بازداشت شده تاجیکستان به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بیگناه دانستند. حمله به کراکورس در تاجیکستان واکنش‌های زیاد را به دنبال داشت، به خصوص مهاجران و نزدیکان آنها از فشار زیاد مقامات روسیه نگرانی کردند. یک جامعه شناس تاجیک میگوید روسیه مکانی ابدی تامین روزگار نیست و باید راه‌های دیگر را جستجو کرد. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در همین باره گزارش می‌دهند. حمله به کراکورس و فشار وضعیت مهاجران تاجیک در روسیه به نظر برخی تحلیلگران به افکار جامعه در تاجیکستان تاثیر گذاشته آنها را نگران کرده است. مظفر اولیموف جامعه شناس تاجیک که افکار عموم در کشور را تحقیق می‌کند میگوید خودش هنگام سفر به روسیه شاهد برخورد نامناسب و بی‌عدالتی به تاجیکان شده است. همین حالت، همین واقعی شده ناخوش واقعی گوییم تا یک اندازه بسیار پیچیده و تا یک اندازه بعد فوجوی گوییم. این البته بسیار یک ضربه سخت بود نسبت مردم. تا یک اندازه گوییم که روحیه البته کمتر روزهای اول مخصوصا چی بود وقتی که چی نشان دادم طرزی پرسش و طرزی مثلا جوابگیری اونها این البته در حالت بسیار تا یک اندازه اگر دقیق‌تر گوییم شهری وحشانیت هم داشت. اما با وجود همه این واقع شده این باید برای ما یک درس عبرت شود. مظفر اولیموف بر این نظر است که در تاجیکستان باید مردم و مقامات این فکر را کنند که روسیه ابداً برای آنها یک مکانی تامین روزگار نیست. از بس که این پیشتر هم بود بعضی واقعی دیگر هم به این مقدار اگر کشتار نشدگی باشدم این از آن گواهی می‌دهد که اکنون در تمام مقامات در سطح‌های گوناگون باید آدم‌ها فکر کنند که این روسیه یک جایی نیست که مثلا ابداً برای ما یک جای کیف آور باشد، خب جای تامین روزگار باشد، تامین زندگی باشد. به قول او از حادثه‌های اخیر در روسیه باید درس عبرت گرفته راه‌های نوی مهاجرت کاری به دیگر کشورها و تشکیل جایهای کاری را فراهم ساخت. پرسش خبرنگاران رادیو آزادی در کوچه‌های دوشنبه نشان داد که حادثه‌های اخیر در روسیه از جمله اذیت مهاجران مایه تشویش و اضطراب مردم شده است. عذاب می‌کشند بیچاره. این درست دروغه و هیچ باوریم نمی‌بینه. او وای دم بینی بوزبالان ای خیلی می‌بینیم قپیدگو بچه‌ها یا شاگردها کنیو هیچ طوری نمی‌گیره که بسیار زیق شدیم چون که هر تاجیک غم می‌خورد برای هموطن خودش. می‌خواهیم که همه وقت اینجا صحت سلامت باشن دیگر این ناخوشی‌ها نشود. شویشان اون کار کرده ایستند و ای کار به کار میمونه بیچاره نمی‌خوام. بازداشت و تفتیش مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در روسیه پس از حمله به کراکورس سیتی هال بیشتر شد. تا حال صدها نفر را از آن کشور اخراج کردند. مقامات روسیه تاکنون در پیوند به این حمله که 144 کشته بر جای گذاشت و مسئولیتش را دویش پذیرفت 13 کس را دستگیر کردند. 12 نفر از تاجیکستان و 1 نفر از قرقیزستان.
دادگاه عالی ازبکستان 198 کسی را سفید کرد که در سالهای 20 عصر گذشته از سوی نظام کمونیستی محکوم شدند. به اطلاع دادگاه، قربانیان با اتهام‌های عملهای ضد انقلابی، شورش مسلحانه، تروریسم، اوباشی و جاسوسی در حدود جمهوری قرقلپاکستان، ولایت‌های تاشکند، فرغانه، خوارزم، بخارا، جزخ و نمنگان آن کشور محکوم شدند. دادگاه ازبکستان ماه آگوست سال 2023 نیز 5 پرونده را بازبینی و 240 تعقیب شده دیگر را بیگناه اعلام کرده بود. شوکت میرزیف، پرزیدنت ازبکستان، ماه آگوست سال 2021 گفته بود در دوران SSR 100,000 ازبکستانی تعقیب و از آنها 13,000شان پرونده شده بودند. در ازبکستان 31 آگوست روز گرامیداشت قربانیان تعقیب ها عنوان شده است. بخش از روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه های تاریخی در روز 8 می را فرا می‌گیرد. 8 می روزی بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر است که به افتخار زاد روز انری دونان، یک بشردوست شویسری و برنده اولین جایزه صلح نوبل در تاریخ 8 می سال 1828 گذاشته شده است. دونان اول شده فکر ایجاد جمعیت کمک رسان‌ها به مجروحان جنگ و زدوخوردهای مسلحانه را بر پایه معیار و قانون‌های بشری بین‌المللی پیشنهاد کرد. سال 1864 با تشبث حکومت شویساریا اولین اعلامیه ژنو قبول گردید که به حقوق بشری بین المللی امروزه اساس بخشید. 8 می سال 2004 در نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شعبه مبارزه با ریکت، آدمربایی و خرید و فروش انسان تشکیل شد و این زمانی بود که به اطلاع سازمان جهانی مهاجرت ده‌ها دختری تاجیکستانی قربانی بازار فحشا در کشورهای خارجی بودند. تأسیس اداره مخصوص مبارزه با چنین جنایت‌ها راه‌های قانونی پلیس تاجیک را برای مقابله با گروه‌های متشکل در داخل و هم خارج تاجیکستان هموار کرد. ماه می سال 2014 کتاب تاجیکستان و خطای تشکل سرحدهای دولتی معرفی گردید. یکی از مؤلفانش سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراه خان ظریفی است. در آن شرح رسمی مقامات را به تعیین خط سرحد دولتی میان تاجیکستان و چین بیان کردند. ظریفی در این کتاب از حل مشکلات مرزی چندین نسل با چین در سال 2011 چون تصمیم سازنده و مطابق با منفعت‌های ملی حمایت کرده است، ولی قرار مقامات تاجیک به دادن یک قسم زمین تاجیکستان به چین را منتقدان دولت خلاف قانون اساسی و هم منفعت‌های ملی می‌نامند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 117 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1088 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت به پایان رسید و همینجا با شما خداحافظی میکنیم. لطفاً برنامه را به دوستانتان فرستید و نظر و پیشنهادهای خود را برای ما نویسید. خدا نگهدارتان.